سلام بچه ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. حالتون چطوره؟ امروز قراره بهتون آموزش این که چطور داخل کامپیوتر اسکرین شات رو بگیرید و آموزش میدم. اولش ما پنجره و چاپ رو نگه میداریم. چاپ حالا کدوم کلمه؟ ببینید F12 هست. F12 راستش یه نوع زده چاپ. خب شما پنجره و اینو نگه میدارید. ببینید الان صفحه یهویی سیاه شد، بعد رفت. حالا عکس ما کجا میره؟ ما وارد این عکس خودمون میشیم. ببینید اینجا عکسامون میاد. این که نه، این نکن، اینجا پوشه عکسامه. اینجا من وقتی که واردش میشم ببینید عکسی که الان من گرفتم اینجا اومده. هم کیفیت خوبی داره، هم به درد شما میخوره که وقتی میخواید واسه کار کردن حتما این ویدیو رو به باباهاتون ارسال کنید، چون مطمئنم به کارشون میاد و لازم میشه براشون. لطفا پیج ما رو لایک و کامنت و سابسکرایب هم بزنید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.